روز 24 ایون منصبداران حکومت طالبان شماره قربانی‌های زلزله 22 ایون را به 1150 نفر و تعداد مجروحان را به 1600 نفر برابر دانستند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت حالتهای فوق‌العاده حکومت طالبان افغانستان میگوید بر اثر زلزله روز چهارشنبه در مناطق دوردست کنار مرز با پاکستان نزدیک به 10,000 منزل پره و یا قسماً ویران شده است. او افزود که عملیات جستجوی قربانی‌ها خاتمه یافت. 23 ایون حقانی بر رادیوی آزادی گفته بود که دریافت آمار دقیق تلفات دشوار است زیرا در منطقه آفت شبکه تلفنی خوب کار نمی کند. نامبرده علاوه کرده بود که تأمین دوا و مواد نیاز اولیه به منطقه های آفت زده درست تشکیل نشده است. این سخنان را ساکنان دهات آفت زده هم تصدیق می کنند. خویشاوندانم در کنار خانه من اقامت دارند. در زمین لرزه جیانم 10 عضو عائله‌اش را از دست داد. تنها یک زن و فرزندش زنده ماندند. 4 عضو عائله هم به هلاکت رسیده است. ما به کمک نیاز داریم. خانه امان پره ویران شد. شب گذشته را زیر باران در بیرون گذراندیم. در عائله من قربانی نیست ولی تمام چاروایم در زیر خاک ماند. این خانه برادرم است. آن هم پره ویران شد. این خانه دوستم می باشد که 10 عضو عائله‌اش را از دست داده است. صبح بر وقت 22 ایون زلزله برابر با 6.1 درجه چینک ریختر ولایت‌های پکتیکا و خوست افغانستان را تکان داد که مرکزش در تخمیناً 160 کیلومتری جنوب و شرق شهر کابل پایتخت افغانستان بوده است.